That young man. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. گاهی دردی آنقدر عمیق است که تصور می‌کنیم بخشش غیر ممکن است. اما بر روی صلیب عیسی گفت ای پدر ایشان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. لوقا 23:34. امروز همسری داغدار همان بخشش را به کسی که زندگی همسرش را گرفت اعلام می‌کند. این قدرتی انسانی نیست. این قدرت فیض مسیحه. انجیل به ما یاد می‌دهد و یکدیگر را متحمل شوید و اگر بر کسی شکایتی دارید یکدیگر را عفو نمایید چنان که خداوند شما را عفو نمود شما نیز چنین کنید. کولوسیان 3:13. این است زیبایی مسیحیت، جایی که تاریک ترین لحظات می توانند نور امید و عشق واقعی خدا را روشن کنند. اگر امروز قلبت لمس شد بدون که همان فیض و بخششی که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود برای تو هم هست. عیسی آمده تا گناهانت را ببخشد، تو را نجات دهد و به تو حیاتی تازه ببخشد. اگر می‌خواهی این نجات رو دریافت کنی، همین حالا در کامنت بنویس دعای نجات تا برات بفرستم و با هم این قدم رو برداریم.